در اعماق اقیانوس آبی، جایی که مرجان‌ها چون باغ‌های رنگین می‌درخشیدند و ماهی‌ها چون جواهرات شناور بودند، پادشاهی زیر آب به نام آتباریا قرار داشت. در این پادشاهی، لونا، پری دریایی جوان و زیبایی زندگی می‌کرد. لونا با موهای بلند و مواج به رنگ جلوک‌های دریایی و دم درخشانش که هر لحظه رنگ عوض می‌کرد، از همه پریان دریایی زیباتر بود. اما او یک تفاوت بزرگ با بقیه داشت. او عاشق دنیای انسان‌ها بود. لونا ساعت‌ها را در نزدیکی سطح آب می‌گذراند، به کشتی‌هایی که از بالای سرش عبور می‌کردند نگاه می‌کرد و به آوازهای ملوانان گوش می‌داد. او آرزو داشت که روزی بتواند روی خشکی راه برود و دنیای انسانها را از نزدیک ببیند. مادرش، ملکه آتباریا، همیشه او را از این آرزو برحذر می داشت. دنیای انسانها خطرناک است، لونا، آنها به ما تعلق ندارند. یک شب، طوفان شدیدی در گرفت. امواج خروشان کشتی‌ها را به این سو و آن سو می کشیدند. لونا که نگران بود، به سطح آب آمد. او دید که کشتی بزرگی در حال غرق شدن است. در میان امواج، مرد جوانی را دید که در حال دست و پا زدن بود. بدون لحظه‌ای تردید، لونا به سمت او شنا کرد و او را از غرق شدن نجات داد. او مرد جوان را به ساحل رساند و قبل از اینکه به هوش بیاید، به سرعت به اعماق اقیانوس بازگشت. از آن شب به بعد، لونا هر شب به ساحل می آمد و مرد جوان را از دور تماشا می کرد. او فهمید که نام او آریا است و او یک شاهزاده است. عشق لونا به آریا هر روز عمیق‌تر می‌شد. لونا می‌دانست که برای بودن با آریا باید دم خود را از دست بدهد و پا پیدا کند. او به سراغ جادوگر دریا رفت. جادوگری قدرتمند اما بدجنس که در غاری تاریک زندگی می‌کرد. جادوگر دریا با صدایی خشن گفت: من می‌توانم آرزویت را برآورده کنم، اما بهایش سنگین است. تو صدای زیبایت را از دست خواهی داد و هر قدمی که برداری مانند راه رفتن روی خنجر خواهد بود و اگر تا غروب آفتاب روز سوم عشق واقعی را پیدا نکنی، به کف دریا تبدیل خواهی شد. لونا بدون تردید قبول کرد. او می‌دانست که عشقش به آریا ارزش هر فداکاری را دارد. جادوگر دریا مجنونی به او داد و لونا آن را نوشید. درد وحشتناکی تمام وجودش را فرا گرفت و دم زیبایش به دو پا تبدیل شده. لونا با سختی به سمت قصر آریا رفت. آریا که از دیدن دختری زیبا و بی صدا شگفت زده شده بود، او را به قصر خود آورد. لونا نمی توانست حرف بزند، اما با چشمانش، با لبخندش، عشق خود را به آریا نشان میداد. آریا نیز به او علاقه‌مند شده بود، اما نمیدانست که او همان پری دریایی است که جانش را نجات داده است. روز دوم گذشت. لونا میدانست که زمان زیادی ندارد. او باید به آریا میفهماند که او همان پری دریایی است که جانش را نجات داده است. او سعی کرد با حرکات دسته و اشاره داستان نجات آریا را برایش تعریف کند. اما آریا متوجه نمیشد. در غروب روز سوم، لونا ناامید شده بود. او میدانست که به زودی به کف دریا تبدیل خواهد شد و به سمت ساحل رفت و به اقیانوس خیره شد. آریا که نگران لونا بود، به دنبال او آمد. درست در لحظه‌ای که خورشید در حال غروب بود، آریا گردنبندی را که لونا در شب طوفان از دست داده بود، در دست لونا دید. گردنبندی که مادرش به او داده بود. آریا ناگهان همه چیز را فهمید. او همان پری دریایی بود که جانش را نجات داده بود. آریا با چشمان پر از اشک لونا را در آغوش گرفت. او زمزمه کرد: تو بودی. تو جان مرا نجات دادی. لونا که نمیتوانست حرف بزند، با چشمانش به آریا نگاه کرد. نگاهی پر از عشق، امید و ترس. خورشید آخرین اشعه‌های خود را به دریا میتاباند. لونا احساس کرد که بدنش در حال تغییر است. پاهایش شروع به محو شدن کردند. آریا که متوجه تغییر لونا شده بود، با وحشت فریاد زد: نه، تو نباید از بین بروی. او به یاد آورد که جادوگر دریا گفته بود اگر عشق واقعی را پیدا کند، طلسم شکسته می شود. آریا با تمام وجودش لونا را بوسید. بوسه‌ای پر از عشق، امید و فداکاری. درست در لحظه‌ای که آخرین اشعه خورشید ناپدید شد، نوری خیره کننده از بدن لونا ساطع شد. پاهایش ثابت ماندند و درد از بین رفت. او دیگر احساس نمی‌کرد که روی خنجر راه می‌رود. صدای از دست رفته نیز بازگشت. لونا با صدایی لرزان گفت: آریا. لونا و آریا به قصر بازگشتند.
آریا داستان لونا را برای همه تعریف کرد. مردم شهر که از این عشق شگفت زده شده بودند، لونا را به عنوان شاهزاده خانم خود پذیرفتند. لونا دیگر یک پری دریایی نبود، اما هرگز ریشه های خود را فراموش نکرد. او پلی شد بین دنیای انسانها و دنیای زیر آب. او به آریا کمک کرد تا از اقیانوس محافظت کند و آریا نیز به او کمک کرد تا دنیای انسانها را بهتر بشناسد. آنها سالها با خوشبختی زندگی کردند. عشق آنها داستانی شد که نسل به در میان انسانها و پریان دریایی نقل می شد. داستانی از فداکاری، امید و قدرت عشق واقعی. و هر شب وقتی ماه کامل می شد، لونا و آریا به کنار ساحل می آمدند و به اقیانوس خیره می شدند، به یاد عشقی که از اعماق دریا آغاز شده بود. پایان.